بودن به مجردا، البته اونا که همسر دارن که انشالله خدا بهشون ببخشه. روایت داریم هر کی میخواد ازدواج کنه، این روایت در جلد 102 بهاره، حضرت امیر فرمود من اراد منکم التزویج فلیصلی رکعتین، دو رکعت نماز بخونه به فاتحه الکتاب و سوره یاسین، حمد و یاسین. بعد فرمودن که اینطوری دعا کنه، دعاش برام مهمه، میخوام عرض کنم، بگه اللهم ارزقنی زوجة صالحة ودودا قنوعا شکورا غیورا. خدا یا زنی به من بده 5 تا ویژگی داشته باشه. یکی صالح باشه، دین داشته باشه. 2 ودود، ودود از ود میاد یعنی دوستم داشته باشه. مرد که از در میاد تو، حضرت زهرا حضرت امیر به وقتی از در خونه میام تو غمای دلم میره. و وقتی که حضرت زهرا شهید شد، اولین جمله‌ای که حضرت امیر فرمود این بود به من العذاب بعدک یا بنت رسول. من با کی دیگه حرف بزنم؟ با کی خود؟ ببینید این خیلی مهمه. صالح باشه، 1 ودود مهربان دوست داشتنی، دلنشین باشه، قنوع قانع، شکور حس تقدیر داشته باشه، و 5 غیور باشه، غیرت داشته باشه.